الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوالی دیگر شما که خوارج ها کی هستند برای من بفهمید. البته ما در مسئله خوارج یک چند حلقه کردگی هستیم، حلقه های درسی در گروه بیان عقیده اهل سنت و الجماعت وجود دارد، حتما باید گوش بکنید. اما مختصرا اگر بگیم، خوارج ها کسانی هستند که اصل اولشون به علی رضی الله عنه خروج کردند. وقتی که علی و معاویه صلح کردند، یک عده از پیروان علی رضی الله عنه به این صلح راضی نشدند، خروج کردند و هم علی و هم معاویه و غیره را رضی الله عنهم تکفیر کردند. پس خوارج ها عقیده داشتند که یک چند صحابه والعیاذ بالله کافرند. عقیده داشتند که انسان با گناه کبیره خوارج می شود. عقیده داشتند که به مجردی والعیاذ بالله یک حاکم مسلمان، یک حاکمی که به قرآن و سنت حکم میکند، اما به سبب خطاگی شهوت در یک قضیه در یک مسئله اگر به حکم غیر الله حکم کند، یا که بگیم حکم الله را ترک کند، این را هم کافر گفتند. از همین جهت تمام اعوذ بالله حاکم هایی که حاکم های مسلمان بود در زمان حضرت معاویه، در زمان دولت امویه، دولت عباسیه، همه این دولت ها را تکفیر کرده می آمدند. همیشه با دولت های اسلامی جنگ می کردند و این خوارج ها بودند. امروز خوارج ها وجود دارد، خوارج های میگیم جدود، خوارج های نوی که امروز وجود دارد، خوارج هایی که میگن که همه اون اصل انسان ها کفر است، همه اصل انسان ها کفر است. یک میگن اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، زمانی که حاکم کافر باشد میگن همه انسان ها که در زیر این حاکم زندگی میکرد اینها هم کافر است میگن و تسلسل در تکفیر دارد و این خوارج های امروزه است. بارک الله فیکم. انا می خوارج است و حاکم مسلمان رو هم تکفیر میکند. اما باید دانید که امروز مرجعه ها، آدم هایی که مرجعه است، عقیده های مرجعگی دارد، اونهایی که از اهل سنت در جماعت نیست، اهل سنت در جماعت رو خوارج میگند. علمای اهل سنت در جماعت رو خوارج میگند، تهمت میکند. چله که امام احمد، ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، محمد ابن عبدالوهاب و علمای نجد را خوارج گفته بودند، اینچنین امروز علمای اهل سنت رو، طالب علمان اهل سنت رو که عقیده اشون عقیده صحیح هست، موافق قرآن و سنت و با فهم سلف امت است، حقیقتا میفهمند اینها را مرجئه ها، مدخلی ها، طاغوت پرست ها، اشعری ها، ماتریدی ها، صوفی ها خوارج میگن. محمد بن عبدالوهاب رو خوارج میگن، شیخ الاسلام رو خوارج میگن و امروز چقدر علمای اهل سنت رو خوارج میگن، طالب علمان اهل سنت رو خوارج میگن. البته این تهمت است، بهتان است. این مرجئه ها هستند امروز خوارج ها رو نشناخته اهل سنت رو خوارج میگن. لیکن خوارج حقیقی وجود دارد که اهل سنت در جماعت اونها رو میشناسند، اما باید سخت دقت کرد که اگر مرجئه ها یک بگیم این طاغوت پرست ها خوارج گفت، فهمید که اینها خوارج حقیقی رو خوارج نگفته، بلکه اهل سنت رو خوارج گفته است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بایاکم.